سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تظاهرات گروه 24 در زیندورف آلمان با طلب آزادی بلال قربانلیف. معرکه مشترک 7 سازمان بین المللی با طلب آزادی منوچهر خلقنظرов. بازداشت یک جوان تاجیک در شهر تلیاتی برای بدزبانی در مرشروتکا. مقام یکم تاجیکستان در رده‌بندی جهانی باوری به مقامات حفظ حقوق. هلاکت یک زن در سر کمر و یک کودک در گلبوته در زیر چرخ ماشین. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 6 نوامبر سال 2023 یک گروه طرفداران حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و فعالان تاجیک در شهر زیندورف در شمال استان باواریای آلمان به ضد بازداشت عضو این حرکت بلال قربانلیف تظاهرات اعتراضی دایر کردند. بلال قربانلیف که در بین اعضای این گروه با نام عثمان معروف است، در اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر در برلین فعالانه اشتراک داشت و به گفته امسفانش یکی از آن نفرانی بود که با تخم به کاروان ماشین‌های پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان حمله کردند. قربانلیف روز 24 اکتبر سال 2023 در شهر زیندورف از سوی پلیس آلمان دستگیر شد و به او اخراج از آلمان و حتی فرستادنش به تاجیکستان تهدید می‌کند. تظاهرگران که به گفته خودشان حدود 25 نفر بودند از مقامات آلمان آزادی بلال قربانلیف و خودداری کردن از اخراج او به تاجیکستان را تقاضا کرده گفتند که در صورت به تاجیکستان سپرده شدنش به این عضو گروه 24 خطر شکنجه و حکم طولانی زندان تهدید میکند. تظاهرگران با خود عکس‌های عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان اپوزیسیون تاجیک را نیز داشتند. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج گردیده ماه مارد با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع و اپوزیسیونی به 7 سال زندان محکوم شد. بلال قربانلیف یک عضو حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در حمله روز 29 سپتامبر سال 2023 به کاروان ماشین‌های پرزیدنت امومعلی رحمان در برلین اشتراک داشت. روز 24 اکتبر از جانب پلیس آلمان در شهر زیندورف با اتهام ویران کردن قانون‌های مهاجرت این کشور دستگیر شد. 7 سازمان بین المللی حامی حقوق انسان، کمیته هلسینکی نروژ، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، عفو بین المللی، آزادی حالا، دیدبان، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر و حامیان خط جبهه روز 6 نوامبر سال 2023 معرکه مشترکی را با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خلقنظرov رهبر انجمن حقوق شناسان پامیر و یک حامی شناخته حقوق انسان از ولایت مختار کوهستان بدخشان را آغاز کردند. خلقنظرov از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شده است. 7 سازمان در بیانیه مشترک خود منوچهر خلقنظرov را حامی حقوق انسان و مبارز ضد بی‌عدالتی نامیده پرونده او را بافته و مرافعه حکمش را ناعادلانه خواندند. حامیان حقوق از اهل جامعه بین المللی خواستند که با 2 وسیله نوشتن نامه‌ها به وزارت خارجه تاجیکستان با طلب آزادی خلقنظرov و با ارسال نامه‌های پشتیبانی به خود او به محبس هفتم کلانه که در کوچه نظامی گنجوی شهر دوشنبه قرار است و خلقنظرov در همین محبس هدای حکم می‌کند پشتیبانی خود را از این معرکه به نمایش بگذارند. منوچهر خلقنظرov به شمار بیشمار قربانیان نقض حقوق انسان کمک رسانده در تحکیم ولایت قانون و نهادهای دموکراتی در بدخشان سهم گذاشت. خلقنظرov همچون در طول سالهای زیاد به بنیاد پول مکالمه بین نهادهای دولتی و جامعه شهروندی مشغول بود و در جریان این مکالمه ها مسائل داغ ولایتش جمله مشکلات حقوق انسان را بررسی میکرد. نوشتند حامیان حقوق ماه نوامبر سال 2021 قتل مرموز ساکن نویه روشقلعه گلبدین زیوبکوف بعد چند ساعت بازداشتش باعث موج اعتراضها در شهر خوروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. بعد 4 روز اعتراضها مقامات راضی شدند که قتل زیوبکوف و باز 2 ساکن در جریان اعتراضها کشته شده را همراه با نمایندگان اعتراضگران تفتیش کنند. برای این و نظارت اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران از حساب نمایندگان جامعه شهروندی یک نهاد با نام کمیسیون 44 تأسیس داده شد. منوچهر خلقنظرov نیز به عضویت
کمیسیه 44 انتخاب شد و در این نهاد رهبر گروهی بود که می بایست از نام اعتراضگران در تحقیق حوادث اخیر اشتراک کند، ولی اعضای این گروه رو عملا به جریان تفتیشات رو ندادند و ماه سال 2023 بعد آنکه مقامات موج نوع اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح و نیروی ویژه سرکوب کردند، بیش از 100 تن از ساکنان و زادگان بدخشان از جمله 13 عضو کمیسیه 44 با شمول منوچهر خالق‌نظرов به حبس کشانده شدند. با وجود دعوت‌های به تکرار سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق انسان، دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2022 منوچهر خالق‌نظرov را با جرم‌های چون عضویت در گروه متشکلانه جنایتی و دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت دولتی به 16 سال زندان محکوم کرد. خود او این اتهام را کاملا رد کرد و خود را بیگناه می‌شمارد. واکنش مقامات تاجیکستان به معرکه نو بین المللی از جانب 7 سازمان با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خالق‌نظرov هنوز معلوم نیست، ولی قبلا دوشنبه چنین دعوت‌ها با طلب رهایی افرادی که در پی سرکوب اعتراض‌های بدخشان دستگیر و محکوم به زندان شدند صرف نظر می‌کرد. نیروهای عمان در شهر تلیات ولایت سمار روسیه روز 6 نوامبر سال 2023 یک جوان 24 ساله زاده تاجیکستان را با اتهام عملهای اوباشانه دستگیر کردند. ویدیوی بدزبانی و بدرفتاری این جوان در مرشروطکه نسبت به مسافران دیگر موج واکنش‌های اساساً منفی را به بار آورده بود. ریاست تفتیشات ولایت سمار در صحیفه‌اش در شبکه کانتاکت خبر داد که شعبه تفتیشات نویای افسزاواز که شهر تلیات در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشوده است. 5 نوامبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی ویدیو نشر شد که چگونه یک مهاجر جوان در مرشروطکه به زبان شکسته روسی با استفاده از الفاظ قبیح اطرافیان را تحقیر و تهدید می‌کند. خود جوان بازداشت شده و دیگر شاهدان حادثه برای شرح مستقیم دسترس نیستند، ولی در ویدیو نشر شده معلوم نیست که چه کاری باعث چنین واکنش بدخشمانه مهاجر تاجیک شده است. اما دیده می شود که مسافران دیگر او را برای بدزبانی نکویش می کنند و در نهایت جوان را از مرشروطکه بیرون می کنند، ولی او از کوچه هم به تهدیدهایش نسبت به یکی از مسافران که چهرهش دیده نمی شود ادامه می دهد و می گوید به کجایی که می خواهید رفته عرض کنید. Уходи, убери нахуй, бля, не трогай меня. Что ты трогаешь? Подождем, что сделал? Что тебе сделал? Я ему что сделал? Ты видишь, с ним разговариваешь? Да ведите их в милицию, это как матерятся. Никто так себя не ведет. 20 минут не можем уехать с Не места. трогай меня еще раз, я тебе говорю, не трогай, бля. Ты, бля, не видишь, с кем ты разговариваешь? Еще раз говорю, нахуй, бля. Сука, ебаная, бля. Звони ты кому хочешь, бля. Уроды. Заходите, давай. Какие? Да они вообще психически ненормальные. Да они пьяные. Или обкуренные. Да, вот или обкуренные здесь. Если пьяных, то что он как себя вести здесь? Да ну все, весь автобус Ну возбуждается. ездят же люди пьяные всякие. С 3-го года в отношении установленного лица преступление предусмотрено частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уроженец, где родились? Где родился? Таджикистан. Ну, 5 ноября вчера я находюсь на маршрутке, я по людьми, детям, я ругаюсь, матом ругаюсь, ну, я еще ударю на газель, но я все извиняюсь, я больше так не сделаю. ریاست تفتیشات خبر داد که مهاجر بدزبان را که 24 ساله و از تاجیکستان بوده در حدود ولایت سمار به سر می برد به صورت فوری در یک مدت کوتاه معین کرده الکه روز 6 نوامبر با جلب نیروهای عمان دستگیر کردند. در ویدیو نشر کرده مقامات دیده می شود که جوان بازداشت شده در روی فرش دستانش در پشت سر خوابیده در بالای سرش یک افسر مسلح و نقابپوش عمان ایستاده است و در چنین یک حالت به این جوان قرار بازداشتش و بچه گمانبر بودنش را قرائت میکنند. این ویدیو با عذرخواهی جوان با همان زبان شکسته روسی به پایان میرسد.
به جوان زاده تاجیکستان بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه برای کردار افباشانه همچون جزا جریمه به مبلغ تا 9 میلیون روبل یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. از بس که این پرونده را هم الکساندر باستریکین سردار کمیته تفتیشات روسیه که با موافقه موجر بدبینانش نام برآورده است زیر نظارت گرفته است. به احتمال غالب موجر تاجیک را جزای سخت‌ترین منتظر است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در رده‌بندی امساله شاخص جهانی ترتیبات و حقوق 2023 که سازمان معروف نظرسنجی گلپ نشر کرد، تاجیکستان در بین 141 کشور با کسب 96 امتیاز از 100 امتیاز ممکن جای یکم را به دست آورده است. برای مقایسه ازبکستان با 90 امتیاز در این رده‌بندی در زینه 13ام جای گرفته است. در رده‌بندی امساله گلپ یکباره 6 کشور با 92 امتیاز جایگیر شدند: فنلاندیا، ایسلندیا، کویت، لوکزامبورگ، نروژ و ویتنام. در 13 زینه از همه پایان رده‌بندی 3 کشور از امریکای لاتینی و 10 کشور قاره افریقا جای گرفتند. در 6 زینه از همه پایان همه کشورهای افریقایی که همگی از 9 تا 59 امتیاز دارند. موقع از همه بلند تاجیکستان در این رده‌بندی در حالی است که در داخل کشور ساکنان از بدرفتاری کارمندان مقامات حفظ حقوق و به هر بهانه پاره طلب کردن آنها به خصوص کارمندان بدعه زیاد شکایت میکنند. گلپ میگوید این رده‌بندی را بر اساس پرسش نظر تا 1000 نفر در هر کدام از این 141 کشور ترتیب داده است. این سازمان به افراد پرسیده شده با 4 سوال مراجعت کرده است. به پلیس محل زیست خود باور دارید؟ آیا هنگام سیر و گشت شبانه به تنهایی خود را امن و بی خطر احساس میکنید؟ در یک سال اخیر پول یا یگان مال دیگرتون را دزدیدند؟ در یک سال اخیر مورد حمله یا آدمربایی قرار گرفتید؟ از نتیجه های نشر شده نظرسنجی برمیآید که ساکنان تاجیکستان به میلیشیا باور داشته هنگام سیر و گشت شبانه احساس خطر نمی کنند. در همین حال بنا به امور رسمی وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 11612 جنایت ثبت شده است که این نسبت به 12482 جنایت های همین دوره سال گذشته 870 جنایت کم می باشد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 4 نوامبر سال 2023 در 2 صدمه نقلیاتی در دهه سرکمر پنجکند و محله گلبوته شهر دوشنبه یک زن 39 ساله و یک کودک 2 ساله زیر چرخ ماشین جان باختند. از جمله صبح 4 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 2:10 راننده ماشین تمغه چندخو نوربایف شیرزاد سال تولدش 1987 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد پنجکند خرمی در حدود دهه سرکمر شهر پنجکند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد احدقلو و دلنوزه سال تولدش 1984 ساکن پنجکند را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد احدقلو و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح 4 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 راننده ماشین تمغه خوندای مالکوف سلامشو سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه هنگام به قفا حرکت کردنش در محله گلبوته کودک خردسال گلوف انس سال تولدش 2021 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت تحقیقات این حادثه ها ادامه دارد. از این قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که شام 1 نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در حدود نواحی خراسان در نتیجه به قسمت قفای ماشین بارکش تمغه مرسدس برخوردن ماشین مسافرکش تمغه اوپل استرا 3 مسافر اوپل از جمله یک زن 58 ساله، یک جوان 21 ساله و یک کودک 9 ساله به هلاکت رسیده. راننده اوپل جراحت برداشته است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. مرد 36 ساله ساکن شهر استرافشن که پیش با ماده 244 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم دزدی سود شده بود، حالا بر اساس قسم دوم ماده 248
به غارتگری عیبدار می شود. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 7 نوامبر سال 2023 خبر داد که گمان بر شونده شب 1 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 در محله 34 شهر خوجند در حالت مستی با مرد 34 ساله ساکن شهر خوجند که او نیز در حالت مستی قرار داشت و خورده جنگ و جنجال کرده است. سپس ساکن استرافشان ساکن خوجند را حالت کوب نموده به طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A5 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. وزارت کارهای داخلی گفت در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی شروع شده، تفتیشات ادامه دارد. به ساکن استرافشان بر اساس قسم 2 ماده 246 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا برای غارتگری از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. سالهای اخیر جنایت‌های سنگینی چون غارتگری و رازنی در تاجیکستان رو به افزایش آورده است. بنا به امور رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2022 در جمهوری 138 حالت غارتگری و 38 حالت رازنی ثبت شده بود. در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 5 حالت رازنی و 61 حالت غارتگری آشکار کرده شدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.